بنابر اهمیت مهم داشتن ثبت اسناد حالت شهروندی در حیات شخصی هر یک فرد در جمهوری تاجیکستان سندهای معیاری حقوقی معین موجودند که همچنین زمینه حقوقی برای تامین به قیدگیری اسناد حالت شهروندی و حفظ منفعت‌های قانونی شهروندی مساعدت می‌نماید. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مسئولیت بلندی را در نزد جامعه نسبت به نظام درآوردن به قیدگیری تولد، نکاح، وفات، مقرر نمودن پدری، تغییر دادن نسب، بیکار کردن ثبت عقد نکاح و فرزندخوانی را به عهده دارد. در شهر ترسونزاده 12 جماعت شهرک و دهات فعالیت دارند که از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی به قیدگیری دولتی 4 نمود ثبت اسناد حالت شهروندی که این هم به قیدگیری دولتی تولد، نکاح، وفات و مقرر نمودن پدری را به جا می‌آورد. ثبت اسناد حالت شهروندی در بین اهالی، کلکتیوهای مهنتی و جماعت‌ها از جانب مسئولان بخش اینچنین از جانب کاتبان جماعت‌های دهات فهمانیده شده، گذرانیده شده اویدی سری وقت گرفتن شهادتنامه تولد در مدت 3 ماه گرفتن آن درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از به قید دولتی گرفتن عقد نکاح، پیشگیری پشتخوری اویله‌ها، لباسی بیگانه به فرهنگ ما و دیگر مسئله هایی که با ما داخل دارند گذرانیده شده و آنها ادامه دارند. آبادی وطن از آبادی هر خاندان عائله ابتدا میگیرد و آبادی خاندان باشد از فرزندان سالم و صالح با خیرات و فرزانه سرچشمه میگیرد. از این رو می‌سازد که درباره سالمی جامعه پایداری عائله‌ها تلاش ورزیدند برای هویت ملی بقای دولت هر یک نفر جامعه شهروندی سهمگذار باشند. سبب‌های اساسی اکثر حالت‌های بیکار شدن عقد نکاح که توسط ثبت اسناد حالت شهروندی به قید گرفته می شود این اساساً از بی‌فرزندی، نبودن یکدیگر فهمی و راست نمودن فعل و اطوار نوخانه‌داران، دخالت والدان به زندگی نوخانه‌داران و اینچنین آماده نبودن جوانان به عائله‌داری می باشد. کارمندان همروزه در بخش با شهروندان کار بردن مصلحت‌ها عاید از قید نکاح گذشتن، گرفتن شهادتنامه تولد، برقرار کردن ثبت تولد، بیکار کردن نکاح و غیره داده می شود. همچنین در محل کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در این سمت ادامه دارد.